اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های محترم و گرامی، به انوار اخوت خوش آمدید. سوالات شما که از راه‌های دور و نزدیک به ما میرسد، جواب را با شما شریک میسازم. خانواده گرامی در واتساپ سوال فرستاده: حاجی آقا سلام علیکم، امیدوارم که انشاءالله از صحت کامل بهره‌مند باشید. تقاضامندم نحوه خواندن نماز مردان و نحوه خواندن نماز زنها و خانمها و مادرها و خواهرها را برای ما توضیح بدهید. نحوه استادنشان مرد پیش باشه، زن پستر باشه. اگر هر دویشان مساوی باشند چطور است؟ اگر زن پیش باشد در حال خواندن نماز از مرد در تحت یک سقف، در یک اتاق، آیا حکم چی هست؟ جواب مسئله این است. سوال بسیار سوال زیبا هست و نیاز شدید برای همه خانواده های گرامی هست. محرم و نامحرم هم مطرح هست. در سوال آمده که این زن و مرد اگر نامحرم باشه یا محرم باشه فرق دارد یا ندارد؟ جواب مسئله این است که در نحوه خواندن نماز که مرد پیش باشه و زن پستر باشه، محرم و نامحرم هیچ فرقی ندارد. نمازخوان یک مرد است، یک زن است. این زن مادره، این مرد پسره. مادر با پسر خود در یک خانه نماز میخواند. واجب است مرد پیش باشه، زن جای سجدگاه خانم محل ایستادن مرد باشه. اینی قدر پس باشه. 3 تا خبر داریم در این مورد. یک خبر این است که جایز است زن و مرد مساوی نماز بخواند و یک خبر میگه مکروه است زن و مرد مساوی باشه و خبر سوم میفرماید که باطل است. اگر مرد و زن مساوی باشد نمازشون باطل است. اگر زن پیش باشد و مرد پستر باشد نمازش باطل است. پس این قول بطلان را مراجع تقلید مورد استفاده و مورد نظر قرار داده است که باید مرد از زن پیشتر باشه و محل استگاه مرد محل سجدگاه زن باشد. فرقی ندارد این زن و مرد زن و شوهر باشه، این زن و مرد مادر و پسر باشه، این زن و مرد خواهر و برادر باشه، این زن و مرد پدر و دختر باشه. هیچ فرقی ندارد. پدر باید جای استاده شود، دختر سجدگاهش معادل استگاه پدرش باشه. یا اینکه نامحرم باشد، در یک سقف نماز میخواند. خب بچه کاکا، دختری کاکا، این هر دو محرم نیست. در یک خانه نماز میخواند، پسر کاکا به اینمی اندازه پیش باشه از دختر کاکا. پسر ماما، دختر عمه باید چنین باشد. مرد پیش باشد، نامحرم پسر ماما با دختر عمه نامحرم هست و باید چنین باشه. خب در
خانواده داماد آمده مهمان شده. داماد با خسر مادر محرم است. داماد با دخترای دیگری خانواده، خواهرای خانم نامحرم است. نماز میخواند در یک خانه، یا داماد خانه خسور آمده است، یا اینکه اونها آمده خانه داماد در یک خانه نماز میخواند. حکم این است که مرد پیشتر باشه، زن پستر باشه. اگر هر دو با هم به نماز شروع کرده، مساوی نماز هر دو باطل است. اگر مرد استاده بود، زن آمد، از مرد پیش استاده شد، نماز زن باطل، نماز مرد صحیح. زن در حال نماز خواندن بود، مرد آمد از زن پس استاده شد، نماز مرد باطل، نماز زن صحیح است. پس در تحت یک سقف، در یک خانه، در یک اتاق فرادا میخوانند یا جماعت میخوانند، حکم این است که مرد پیشتر باشه و زن به اینمی اندازه پستر باشه. اگر در داخل یک اتاق کلان مرد به او سر خانه نماز میخوانه، زن به این سر خانه نماز میخوانه، بینشان فاصله هست، زن پیشه، مرد به او گوشه خانه پس است، ایرادی ندارد. 7 متر فاصله بین زن و مرده. از 7 متر بیشتر هر چقدر باشه، تا 7 متری اگر بین زن و مرد فاصله باشد و زن پیش باشد و مرد پس باشد و اتاق یک اتاق هست، اشکالی ندارد. از 7 متری نزدیک باشه، مرد باید پیش باشه، زن پستر باشه. موفق باشه.